ما سال 62 اومدن این وطن اومدن مدت همگی 12 خوجگی بوده اومدن این حدود خیلی 90 خوجگی شده پیش از چلوکمار اینجا سرحد سرخ نموشت است سرحد دوای شوراوی ده بعد اون چلوکمار گرفته بود توجه ممنون رفتید همینجا این ما قریب 50 ساله زندگی میکنم 50 سال و 50 سال زیادتر نه خیلی تنیسیت داریم وقت خوش داریم خدا فرزندارمان کرد برکت یافتیم همین وطن هیچ کمبودی نداره مردم اینجا فقط چرودوری غلاکوری میکنه خب انا خیلی پختکوری میکنم زمینش کمتره زمینش لالمای ده او یک کمه 40 لیتر زمین داره پدر را رخصت میکنیم میروه من پدر که رفت بعد سر کاری خوجگی را سر میکنیم مثلا مردک زمین داره زمین مردک پختچینی میره مردک پختچوشی میره مردک با یک کار دیگه داره و کار دم میروه یک آبشی که بیکار نمیسته برای زندگی روزگارش میجنبه روزگار را پیش بردن خار خم نشیدن رزق و روزی فراوان یافتن حرکت میکنن همین وقتی که مهمونی نمیسال شما این حوض مهمونی مشیدین یکم باید که به شما را نتیجه شیر مسکه کنن بیارم تون اول همی را بخورین اگر که در دیلاتون یگون گندگی باشه و یگون مثال کوری بعد یگون یتی بعد داشته باشین میگه همون
مثال میزنه از آموده که مثال شیری سفید خورده مثال در خونه دنیا یگون مثال خیانت کرد و یگون چیز کرد کم ترین نقل میکردن با چو و تومون هم خیلی میکردن اینم مسکه توجیکی میمونیم اینه در طبق ها یک ببینیم قیمه خودش 3 پورا میکنیم در 3 طبق بعد میبردارمشون اینا به فورت و به فطیر میخرین کومی که ذوقمنده اینا به نون تنکی میخره انا به کومی که خیلی که به فورش ما خیلی با فطیر میخریم بسیار آدم به نون اینا چپوتی میگه شما تنکی میگه اینم تری و همون میخرن آخه پیوستچی داشتیم بچه‌ام ما پیوستچی داشتیم میرفتیم اینا مثال بگیریم 20 روزمو همسایه میگرفت 20 روز ما میگرفتم میکشیدیم او پیوزگاری او چین پیوستچی یک توی بود او پیوز خونت میومد سحری قطی میخیستی همه حوالی در تا او میشپیدی میرفتی توزه میکردی دسترخون میپرتفتی برای او زنکو نمتری گفته که تشکیلی میکردی ولی در سحری جرقوت بدن میخری اینا میخری کو جرقوت همی آوردن فطیر سنگکی بعد ریزه میکردن میخوردن میرفتی مکتب خان بوری شیرین بچم همه صحت سلامت بد خوزی اینا بی تمام نوش نعمتی دنیا هست همه چیز هست پوشت اینا رو میبریم در خلدینی که میبینیم سرموش میزنه بعد میگیم او خود میکنیم میخریم شنتری است او چین گوشت هم میگفتیم بریون میکردیم تو بریون میگفتن او را اینا خود میکردیم موز میبردیم با فطیر میخوردیم نه بعد به چی میخوردیم خان میخوردیم نه تری او خود تو بود خیلی موزی بچه موزی میره یک رول تونه تر میگه در پیش نمیگه بخنمی او خود تای من تریش دست موزی اینم تریه منم دوره که خیلی نمو بچم و ای وقتش من خونه یتم گوی زوتی کلون داشتن خیلی اینمی قیمق نم تری بود روغنوی زرد در فلکو ستیلوی ملی رونی و چم میکرد ای سحری قروتو میدیم تو صورت چوری بگیره 4 تا قشلوقه قروتو میدودیم نه خیلی بود همه نمود که میوه دارم گیلاس زردالو شفتالو انار انجیر همه نمود از اون جمله اینم خیلی پیوند هم میکنم این سلیوه دست زردالو پیوند کردیم این نوشن یک زردالو زردالو ها این طرف سلیوه این طرف زردالو کتا اینا پیوند کردیم خلاصا وقت بکنیم همه شدن با صرف میگم خیلی کم پیدیم اینا زردالو اینا سلیوه اینا اولو چند سال شد در ده زندگی میکنین؟ چقدر از زندگی بشم از سال 62 همینجا وطن زندگی باد و هوا چقدر؟ باد و هوا شروع بچه ها شهردن میشن روزی که بزیق میشه بود شروع میشیم اولو تا مثال بسیار بخش شروع است دیگه یا که همه ساله همین خیلی حاصل داره پارسال کمتر شد این سال سرموش نداره دیگه شروع شده این پارسال همه شروع قرب همش نصیب کنه بوقی مگرفت شربت کنه بهترین
همه چیز همین مگر کاری که پامیدور گاشیم تمام چیز در کاری هست. با چند آمده چه موسم؟ ما 73 73 در زمین کار میکنید؟ بعد پنسیون روان زمین کجا کار میکردید؟ ما پالتخنیک اینستیتوت کردیم. انجینر کار میکنم. خیلی وقت 30 سال انجینر ساختن کردم دبلون. بعد فقط رمضان فقط خانه داشت با کاری اگر کاری. در احاطه نبیرو نه نبیرو خیا. این روز یک شنبه شان همه نبیرو میبردیم. خانه پر میشه. با میرم پاک با کار کامل با مولون. این زمینش با یک وجب خالی نیست همه جا. نه همه چیز پاک میگم کم تجربه برای زیل میمونه مثلا. این گلوسون اگر یک هفته پیش میمون گلوس میخوردن نه دور بولش. گلوس تمام؟ گلوس اینا آخرونش اینا گلوس اینا. نباتی عضو اولوچه است. عضو اولوچه را کمپوت کردن اگر آبی. ذخیره کنی هم شروع شد. گلوس بود. این چند سال است این گلوس؟ این 2 سال هست. با مزه گلوسون. اینا چند زردالو. قشلاق همش همینجا میبرد بود نمیشه. آن زردالو. همین قشلاق نصیب کنه کسی میاد سطحی کرده میبرن کمپوت میکنن وارین میکنن یک. هم دریا. گلوس بسیار با مزه. گلوس همین زردالو شفتالو این هر دو هم میگفتن شفتالو هم گرفتن. در وقتی خواب کردن گل سرما نزدن. سرما نزدن نه. نمود میوه‌گاه و چه میجده میشود زردالو میشود توت میشود نه شفتالو میشود همه نمود درخت میشود نه که همه نمود درخت با ثبوت رساندن تربیت کردن در کار با او را مثلا که نه نگاه بینی تازه کردن در کار که محصولات بتا حاصل بتا اینا می خیلی نه اوزی زردالوش پخته است اینا دنبروباش پخته است و یک میوه را دنبروبا میگن نه من چین حالی برنامه شما دا دنبروبا بگم بخندن نه کوسلطان میگن اینا خیلی همه نمودی میوه هست. ما مردم یعنی شورا بودم و بودیم فهمیدی ما امی قوسک چیزا نمیخوریم فقط امی پدر بابامون امی تنکی میخورد انا امی تنکی میکنن انا بعد ای قفا یمو تنکی انا بعد بو فاتیر میگه محبوبه تایسن اونو میاره ببین تو انا فقط تنکی میخورن انا با شیرگون خوی با فاتیر سیاه بخورین یا با تنکی انا شوربو را بخورین با فاتیر بسیار آدم نده گندمی خیمون گندمو را با میبرن هم پس سفید میکنن میورن اردی سفید میزنن از دوادوی کلوندن میورن من این هم دخترون اینا 5 تا دختر خونه دارم خدا را شکر همش هنرمند 3 تا کلین دارم بی در بی نون میپزن و خوری همه هنر دارن ای اون بکنش ای توزگی و ای چی خدا را شکر همش سوزن به یکون مبوتو
همش کلینوی سوز دختروی سوز هنرمند همه شواشون حرمت میکنن بچه بهترین ای همه ده این ای همه ده بهترینش نمون او بندوی به دولت این بچه فرزندوی گفته گپو که در راه راست میروند همه وطن دوستان خداوند کریم این تری دنیای تنج امون بچه این تری ملکی گفته گپو آباد و تری بهشت و سور یک جا ما میویم ما مادر رو باید دائم شکرونه کنیم دائم ما شب و روز شکرونه میکنیم که در تری وطن زندگی داریم فرزندای خوب داریم همین زلال زیونی فرزندمون به یگان و دم نرسته بهترین نمونای بچه خیلی میبروی بچه همین حفر میگردی یک سنین او اگر او تکت میره یک جور خشوه میکنی یک چی میکنی او دم توت میشه بخی خود هر روز همین روزی روز بخوب بشین بعد یک جوجه یک باره کسل میشه او دمی در قشلاق کردگی گشتگی اوچه نمیتونی تو خط کده همچی دردی داشتم این گولکیم کورفور بودم بچه کینه تو خوزی را نگهش که سیوره نگاه کدم خدا تو هم وقتی باشم کور کنم خدا مو قبیه کوری را نفس نمیبین پرومش بزن شوا خوب نیستم باور کنی نه امی زیقی همه شلپری من بنمیو میبرورم وقت ممی قخشایی که میگن همسویا که تو چه خیلی میکنی شبا پیمت سر ویرون میگم نه همه خیلی سرم اورومای و سوده هم که باور که تو روز خوب نشم حلوت میبرم بنمی کور کردگی قلم میزنم همه کور ایده سمیه کور دیقونی کور خوجگی قشلاق ای بازاروی همه ده سوزن اون همی بانکن همی میبور همه را میکنیم باز این امول حاضر 100 کیلو زردالو بردم فروختم اینا 100 کیلو زردالو بردم فروختم کنسومونی اینا باور کنی نکنی بردم دادم با قبچه شکر خریدم بردم خیلی که همه چیز نباشم شکرم را چخیل میکنی چه وقتش عراره کم با قن خدم زندگی خیلی سولا که اویلادوری چخیلی های نمول این علاقه 100 دونه های های پرول نه ببرم او شکشتیم بردیم همه را وارینی کم کمپوت کم ایمی زردالولی تو قمی وارینی امی کمپوت زردالو کردیم موزی ولی از ساعت با پمیدور میکنیم ولی با چی میکنیم با ساعت های دیگه اینای سیو بیهی میکنیم خش شدنا میمون داریم فرزند داریم خیلی میان میخرن با میان میبرن بچه ها چیکو کنیم چورده سوق سلامت با یک گلکه دیگه دور مولی 13 گرفتم شاید دخترم بران ختم کلون کردم خطی 15 تا فامیلش به خدمت شب طور در گواره خوب میکیم چودرک میدوختیم کلیونکه میدوختیم خیلی کار میکیم که در 14 فرزند خونه توزه میسته اینا بسیار دیسته در رای موده پشوک پر کم بود ایتری حوزی بسیاره ایتری نبود خیلی کار میکیم که جزیر نکننم گلکه با مایلی همه بچم این مهمون بگویه اینمی کلخوص لین 100 نفر نه لبای دم اینا جهانگیر میدونه کهدرو میومد یک خونه داشتیم شب خوب نمیکنیم و او را موزه بشو پیتو برنده که را بچی بازی کی میکنه او تاری چای نبود اینا هر دم ای سیو بی آیت چای میکرد میخورد همیو را با ما در خونه تولد کنده افغانستانی
نمی 14 فرزند در خونه تولد کردم. همش معلم دور هزار باش من جونگی نمیدونه دختران معلم دورن همشو خوندن. امی یک دخترم تو خانه خونده یک بچه‌ام. امی 12 تایگرمش معلم تولی کلنو 4 تا دختر کلنو. خواهد 4 دختر دورم. تا معلمه دورم هزار باش شکرونه. نیکی درمی اویلای بسبو زدم همه را یاد گرفتم. همه خوب گنده همه را فهمیدم. هیچ جورا ندیده بودم همه جورا دیدم. ولی میگن فرزندی پر هزار باش شکرونه میگم. برای که امی فرزندم بدن که من همه جورا دیدم من که جورا میدیدم. فخر میکنم با این فرزندو که فرزندی که فلانی. همه نمی رخت میدوزم. اچکی میزنم این نمول این نمول. دوختم همه نمی را ول با یک سیت که اگه پرکاگی ای. همی سمکو. دیگه نمیدونم چیکار شو کنم. اول میز قندانم. دخترها میتن اوچه زکست دوری. همی ایش بایش پیوند میکنی. میرفتم در سناتور خانم که نه چیو نیستن اوخی. ارتلو. میرفتم زورا میکنم باور که بوجو میشید سو میدودم که همو رزگی رو بتنم. دانم سناتور هر کدوم شامی بریدم با صورت خودشه در سلفانو میمونم که من میرم کرده وقت ندارم که را بدوزم. بعد شب هم میار هم خو میکرد. خونه درم بدرون درم در ماشینه را میموندم باور کنی سوید نبود. سوید تا که گرین میکنم در طوری تری استال میمونم و نمو قطی دخته سودم. هنر مو سین سال مرافت از باش مو با فرزندو تو با کلینو تو با یک هیل همسوی اگر امی هنرهای مردم مو عجز نروه امی را حواس دورم اگر نه بچه هم از قلمگه و چه زلولی چی سر کمی این امی توخیومه نه توخی بود 3 تاشنم روزی چی دودم روزی نوروزی شد کود خدم که قلم زنم هنر که دورم زورم نمیویه نه تونم زورم میویه یک دوخ یک 7 نمود او خود می شود یک نمود دوغی تو قو شیر شیروغان شیر جوشی دوغ روغان با دوغ جوشی میگن یک دیگه شد انا قروتو قروت ماسکه همه نمی یک دوغ تیور می شود یک گو مهنت میکنیم در دهوتیم خیلی کار شهرها را میکنیم گو مولان میکنیم با یک پیله دوغ شیر بنوسومون هم میکنیم یک مهمون میوید که در دهات به شیر دوغ نمیشود عرض را با شب تا 2 کیلو مسکر هم میگیریم بنامی دست بکشی نگی بنای دوغ کشه که داریم اپراتوی نو برمدن روغانوه میشود کلنی روزی موینی میکن در اون میریزنش 4 بار فر میگرده روغانی خولی بوده او را نخورده میشود بعد نخدم ای سر زمین میونم چخ ما میگیریم در خلکه میریزش 5 minute میکشمش خش روی نمیگم مسکش هم مسکه بخیر دوغ شد دوغ با لذتی اکی دیگه حیاته دوغی میکشتیم دیگر در 5-6 بار نه گوه جوشوی داشتیم نمیگم خیلی گلک دارم میومدن اینه باور میکنی همون شلنگی ماشین دو کشک ایکو میدادم ایش میخجید اوش میخجید سر میکن میرفتن
بچه قوای سویی شایوخی اما طلبا سوادم قوای سویش چی بعد وجود میاد اینا میکشم قوای سویش نیست اینا امی هم مشقای هم مثل امی ارقنود کتیفوت اینا شیشتگی شنود کو بودی کنه هودی دیگه شروع شدگن فقط دختر هم تریزه کدوم دختر بیماد اونجا باید بروند اگر دوغ بکش کدمان که گریج یادنیکو میشه و